برادر، وقتی منو بردن بیرون اصارهای نکتیز، داخل اون هیولاهای قرنده و تا اون سوی افق اونجا دیدمش. منو بردن به جایی که موجودات قد بلند لاغر جمع شده بودن. منو به نمایش گذاشتن برادر و من حقیقت رو دیدم که اونا گوشت ما رو میخورن. اشتباه نکرده بودم برادر. بوی گوشت بدون شک از یکی از ماها بود. اونا گوشت رو برای آتیش آویزون کرده بودن، گذاشتن به سوزه بعد خوردنش، اما فقط نخوردنش برادر، ازش لذت می بردن. دهنشون به لبخندی شیطانی خم می شد. بعضیاشون حتی از لذت خوردن گوشت ما ناله می کردن برادر. این موجودات مصرف کنندن برادر، فرقی با اون شیطان سرخ خشمگین که ما رو می ترسونه ندارن. داستانت منو سرگرم کرد برادر، اما قانعم نکرد. من این جاها رو برای خودم نگه میدارم و با خدایان قد بلند غذا میخورم. برات متاسفم برادر. چشمای تو نمیتونن نور خیره کننده حقیقت و تاب بیارن و به غار تاریکت برمیگردی. من از بچه‌هات مراقبت میکنم وقتی اونا خوردنت برادر، همونطور که اونا معشوقت، پدرمون، مادرمون و بقیه رو خوردن.